افکانی که هندی دنیا هاتیا دانندن افکانی که هر حال بریم افکانی که یا تبرکه اگوتی یا نیو کو جامعه دام یا جامعه نینه همین خلقی که تدا برید راه تدا درین دخاره و جامعه خوش شد و برینو که مخصل بون مخصل اک تدا دو مخصل تدا همون خلقی خودی خسته آوه و افکانی که قدیمه و چه جاراجی چی نبید همین گفت زیادت بید کم نبید یا کنیکه یا مراد حاصله انشاءالله خود هر وار کنیکه مزیده کرد. چه عادت بجی مراد حاصله یعنی مثلا آواه و تشتگودی گل بکنی که زمستانه یا گرمه هوینه تازیه. وقتی تو بگوی هوینه بیا زمستانه بیا بری حل موجود چید. و بگوی دشی پیت خوب کرده دم. شفا نس باشیم ما اینه آواه. همین گواهی به گواه هنده جا کم کرد. افساله و کم بود. که وقتی دینی نه یعنی برنج برد کردن. برنج برد و اوهانه برنج برد کردن. بس به گواه اوه کم بود بس وها قشلو گلکو زیده بود. باشه نوکه وقتی خلق تیتا مزگفت خلق باربترش کره تیتن سحکن آوه همین رقابتی یعنی همه بس دید بخدن وی جامعه تایی بس کس وی جامعه یا پریس نینه بین جامعه مومنه و جامعه که مومنه یا تاریخی و گوتیه وقتی باگردان چهار باگردان سربانه توی بون آخه بود وی گوه صاحب کری جامعه که یا تاریخی و موافقه باشه چند جور اف جامعه هاتیا نوجان کردن؟ اول بگه 3 جور هاتیا نوجان کردن اول کوریتا بود با کوریتا دا اول دیگه دا جورا کودی صاحب کوریتا هلین دا یا صاحب کنه و 3 جور نوجان و وقتی نیوکویجی تقریبا 3-4-5 جورا یا سبق کری و سخل مغربی کیاته دا محفیرت کیاته دا یعنی خلقی تقصیری نکرد با محفیرت و جمعتنا بینید شب سر و بره چونکه یا خدا نه دماهیک آخفتن یا واریا